مجموعی دا تعمیرات را جور کنید بسیار سکوت میآید مصرفش کم میشه و در زمستان گرمی باشه در بهار یخ میشه در دو سر شما پیدا میکنید از اینمی باید شما تعمیرات جور کنید دیگه لال با دست بیاره دلیان نارنجا بر بیا اینجا دیگه تشریف خودت بدی کدام گپی که مانده خودت باید بگویی که مردم آگاهی بکنن. این بخش ساختمان از عایق سردی و گرمی تعمیرات می باشد، سبک بودن تعمیر و مقاومت در مقابل زلزله می باشد و اقتصادی می یک پارچه بودن است، صدا تیر نمیشه. یعنی دمی زندگی در هر بخش بسیار مفاداره از این باید جور کنه که نکنه دست کڑه توان میکنه خودتان ضرر میبینین در وقت گرمی در وقت یخ